ببینید این کار یه چیز شبیه به این میشه. اینم خیلی کار زیبا و قشنگیه. من از مروارید سایزهای مختلف استفاده کردم. سایز 8 میتونید استفاده کنید، 6، 4. کریستال یخی من استفاده کردم. تمام مرواریدا رو البته از مارکیزم استفاده کردم. شما میتونید رنگ دیگه هم استفاده کنید، هر رنگی که دوست دارید. بالای سیم رو بنا به رسم همیشگی یه ذره باز میذارید برای وصل گیره تا 1 سانت و نیم بیا پایین. من این دونه اولی رو درشتر گرفتم چون خوشگل تره. درشترش هم میتونید بگیرید. تاب میدم، میفته روی جای گیره، معلوم نمیشه، گیره میره زیرش. دوباره چند تا تاب کوچیک میدم، میام پایین. ببین چقدر خوشگل میشه. حالا پایه ها رو اینجا میخوام کوتاه‌تر بگیرم از این به بعد بیفته روی کار. نزدیک به هم میخوام بگیرم. یه کریستال یخی، این یه ذره بلندتر میگیرم، یه پیچ فرم خوشگل میدم، میام پایین. ببین دونه بعدی پایه ها رو کوتاه‌تر میگیرم چون میخوام نزدیک به هم بزنم. یه تاب خوشگلم بهش بده. تا اینجای کار رو ببین. مورد بعدی خیلی سیمو بلند نمیگیرم، هولوش مثلا نیم سانت بیشتر، 1 سانت. دوباره بیا پایین. چون میخوام شلوغش کنم پس نزدیک به هم میگیرم. باز کریستال یخی برای جلوه کارم وسط کار خیلی خوشگل میشه. خیلی تاب نده، بیا پایین چون بیشتر سیم موقع خالی میمونه. هولوش نیم سانت کنارم بذار، بیا پایین. خیلی فاصله نگیر. پیش اتاقایی که میدی به مرور زمان فرموله خوشگلی دستت میاد. به سلیقه خودت میتونی بزنی. یه جایی میخوام حالا اون مارکیزای زرد رنگ رو استفاده کنم. شما زرد خیلی خوشگل. خب حالا این اسمم استفاده کنم چون من اسمم دارم کم میارم. ببینید برای جای مارکیز خالی بذار. من یه دونه این ور میخوام بزنم تا تهش بپیچم، ته سیم باز نباشه. چند تا بده، یه دونه دیگه اون ورش میخوام بزنم. یه پایه کوچولو در حد نیم سانت یه ذره بیشتر بگیر برای دو طرف کارم. بستاب بده، بیا پایین. برام یه لای سیم باز میمونه، کار قشنگ نمیشه. بیا پایین. حالا به من چسبم داغ. خب چند تا از مارکیزا رو میزنم، ببین چقدر خوشگل میشه. میتونی وقتی میزنی چسب و زودتر این مارکیز رو بس میکنی، بهتر میفهمی کار داره چه مدلی در میاد.
چجوری بزنی که قشنگتر بشه. ببین چسب بزن اینجا. من که الگوی خورده میاد جلو چشت، میتونی تجسمی بفهمی چه کاری انجام میده قشنگتر بشه وقتی یه دیگه از کار رو پیش استفاده میکنی. به این صورت من این مارکیز رو میذارم، چسب نیم ساعت داغ بشه. این برم همینطور یه چسب خوب بزن. مارکیز بعدی ببین یه خیران بده رو، یه برق خاص بزن. کریستال خیلی برق میزنه، خیلی خوشگله توی این. حالا یه خورده باز تاب میدم میام پایین. مروارید بعدی من میخوام کریستال الان بهتون میگم. برای هم میگه وقتی اینو میزنی میفهمید چی بزنی قشنگ‌تر در میاد، چشت راحت‌تر میاد، تجسم بهتر میکنی تا اینکه چیزایی رو. خب حالا دو موارد بعدی. پایه ها رو کوچیک بزنید، خیلی خودش باز شدش کنید. ببین بیشتر از نیم سانت نگیر، یه مروارید باز بهشون گرفته. خب یه مارکیز دیگه یه خورده بلندتر میگیرم، میخوام فرمش بدم. هم تاب خاصی که گفتم جلوه کاره. یه چند لبه بیچ به پایین. مارکیز بعدی من چشمی انجام میدم. اینم یه ذره بلندتر میگی، مثلا دو طرفش باز میذارم. باز میکشم میام پایین. خب مارکیزار ستایی هم میتونید بزنید. روی خمیر سیلیکون کنارم بچسبونید ستا رو. من نمونهشو ندارم، یعنی بیشتر ببین اینجوری روی خمیر سیلیکون بچسبونید این حالتی. این معلومه یا نه؟ میبینی؟ اینم اگه اینطور روی کار یه جایی بچسبونی خیلی خوشگل میشه. این تا اینجای کار. یکی یکم بلند گرفتیم. ببین میتونی حالت بدی، اینم میتونی حالت بدی، اینو میتونی ببین. حالا یه دونم پای کوتاه‌تر میزنم برای وسط کار. همین مارکیز میخوام بچسبونم. چسبت حتما داغ باشه، بلا میفته کنید. ببین یه جایی که سیم مثلا بازه نباید معلوم بشه،
چون ما قرار شد پایه های مروارید ها رو نیم سانت یه ذره بیشتر بگیریم که نزدیک به هم بشن دیگه، یعنی 1 سانت هم حتی نشن. خب ببین یه جایی که خالی میشه اگه نمیخوای سیمت معلوم باشه، ببین با همین کارت یا مروارید دیگه میتونی پوشش بدی. خب این تا اینجا. بعد اگه سیم کم بیاری من بهتون یاد میدم چطوری وصل کنین، چون بیشتر وقتا سیم کم میاد. طرز وصل کردنش خیلی مهمه، چون یه وقتا اینقدر بد سیم رو به هم وصل میکنن محکم نیست، کنده میشه. یه امیدی کار تموم شده، 2 تا سیم اصلا جدا شد، تمام زحماتت به باد میره. باز نیم ثانیه ذره بیشتر رتاب بده. مارکیز هرچی تو این استفاده بشه خوشگلش رو بیشتر میکنه. حالا من یه جا میخوام بذارم برای مارکیز 3 تایی. یه فرم خواستم بهش بده که گفتم تاکید دارم بخواد، چون یه فرمول ویژه‌ای یه حالت خاصی میشه، قشنگ میشه. اینم برای اینجا. خب الان سیم وصل کردن رو ببینید بچه ها. من سیم کم آوردم خودم. اینجا رو بذار از پایین به سمت همدیگه، از بالا نپیچ. ببین 2 تا سیم از این حالت به هم وصل کن، از پایین نزدیک به 1 سانت و نیم بیشتر بپیچ. حتما کمتر نگیرا، مثلا نیم سانت بگیری باز میشه، بعد اضافهش رو میتونی بچینی، ولی اگر کم بگیری باز بشه دیگه اشکالش نمیتونی. مثلا چقدر روشه اصلا ببین انقدر نیم سانتی بیشتر درسته، باید بپیچی که این کنده نشه. یه ذره نیم سانت مثلا بیشتر باشه. خوب الان این سیم محکمه. ببین حالا لایه بعدی یه مارکیز دیگه. خب این هم میام تا پایین. بذار من اضافه این سیم رو زیاد نکنه کار. و چسب میزنید. حالا یه دونم میخوام بذار. ببینید بچه ها، اینجا که ما سیم رو وصل کردیم باید حواستون باشه اگر موارد کوچکتر از این میخواید استفاده کنید حتما مواردتون این ور انداخته باشید، بعد اینو وصل کنید، چون موارد رد نخواهد شد، اذیت میکنه، پوس پوس میکنه موارد. خب حالا یه خورده سخت میشه کار وقتی که سیم رو اضافه میکنیم، ولی یه وقتایی دیگه چاره ای نیست. این هم که گفتم سیم میزنید. حالا ببین رد کردیم، بحرانش رو رد کردیم. خب حالا مروارید بعدی در نهایت هم که اون اضافه رو گفتیم میچسبونیم. خب بازم تاب بده. یه ذره بیشتر از نیم سانت قرار شد بگیریم، نه خیلی که پایه‌ها کوتاه باشن و نزدیک به هم. وقتی میخوای کار شلوغ بزنی بعد همین کار رو بکنی. بیشتر هم انگار طرفدار دارن برای کار اشینیان آرایشگاه. من خودم بیشتر این مدلای پهنای بلندا میزدم قبلا، به سلیقه خودم میزدم، ولی اگر بخوایم برای شینون کارا نمیدونم آرایشگاه چی میدونم اینا بزنن، بیشتر سلیقه های مردم توی تایی پای کوتاست. من نمیدونم، برای من که اونا طرفدار داشت، بیشتر میگم روی اینا انگار کار میکنم.
یه پای یه دونه کوچیک. میخوام یه دونه این ستایان وصل کنم، جلوی کارم بیشتر میکنه. روی خمیر سیلیکونم ببینید به این حالت گذاشتم، 3 تا کنار هم دیگه، 3 تای قشنگ میشه. من این 5 تا گلش رو امتحان کردم، خیلی انگار جلوه نمیکرد. باز میگم سلیقه خودتون. حالا یه دونش پایه خورده بلندتر میزنم برای 3 تایی. رو بذاریم چه شکلی میشن. من نظر شخصی ما گفتم که اول کار مثلا میذاریم نمونه چه شکلی میشه. وقتی فرمول ثابتی داشته باشید، چون من دلی میزنم، خب این کار نباید بکنید. آخر سر خودتون میتونه همه رو یک جا بچسبونید دیگه، نیازی نیست ببینید چه شکلی میشه تجسم کنید. بیشتر میگه من دلی میزنم، کارم قشنگ بودن. حالا این 3 تایی رو هم بزنیم. این پشتش یادمون نره. ببین اینجا رو دیدید کردیم پشت کار، میارمش قشنگ به شاخه طوری که جلو حرکت اینو نگیره. لوکش رو قشنگ چسب میزنم. میبینی که مو سر طرف زخمی نکن. حالا این 3 تایی رو هم بزنیم ببینیم چقدر خوشگل میشه. یه خوردم بلند گرفتم که فرم بهش بدم، چسب بیشتر بزنم. کار سنگینه، خیلی نباید قلم بکنید میفته. آخه کار رو ببین. این نهایت کار شد این شکلی. خب من دیگه انتهاش شد 2 تا پایه رو میپیچم به هم دیگه و جای وصل گیره رو میزنم. ببین بچه ها، من در نهایت پای اینجا رو گرد میکنم، برای وصل کردن گیره و تاب میدم و اضافه رو میچینم و چسب میزنم و تمام. خب این یه کار کوچیکه برای کنار مو استفاده میکنن و خیلی زیبا شد. نگاه کنید چقدر قشنگ شد. بلندترش اگه بخواید بگیرید خیلی تو اینجوری مثلا شلوغ نکنید توی مارکیز، مگر اینکه خودتون اسکنین قشنگ میشه. ببین تجسمی جای گیره رو نگاه کن، میتونی بیاری این ور روی مو وصل کنه طرف، میتونه دوست نداشت بده زیر کار، خیلی اثر ایجاد نمیکنه، ولی این ور بده انگار خوشگل تر وای میسته. ببین چقدر کار شیک و قشنگ شده. فقط کوچولوشه ها، بزرگترش قشنگتر از اینم میشه. فقط تو مارکیز خیلی شروع کاری نکن، میگم به تجسم فکر ذهن خودتونه. بعد کریستال یخی کار قشنگتر کردن، کریستالای معمولی هم میتونید استفاده کنید. خسته نباشید، ممنون.